سلام دوستان، امروز میخوایم با هم آموزش ساخت یک ماندلای خوشگل رو یاد بگیریم و قبل از اینکه شروع کنیم ما رو لایک کنید، ما رو به دوستانتون معرفی کنید و پیجمون رو فالو کنید و اگه ما رو از یوتیوب میبینید لطفاً سابسکرایبمون کنید. خب بریم که شروع کنیم. ابتدا این گربه رو پاک میکنم، سپس میرم به قسمت شکلکی رو انتخاب کنید و نقاشی رو انتخاب میکنم که میخوام خودم بکشم و این قسمت خط رو انتخاب میکنم و یک لوزی میکشم. سپس میرم به قسمت تغییر شکل و روی شکلمون کلیک میکنم و این کنار رو انتخاب میکنم و خمیده رو میزنم که شکلمون یه همچین حالتی به خودش بگیره. سپس یکم لاغرترش میکنم و این رنگش رو تغییر میدم. یعنی چی رنگش رو تغییر میدم؟ یه حالت گرادینت میزنم که حالت خوشگلی به خودش بگیره. یه رنگ دیگه میکنم، مثلا سبز، کم کجه. خب بالای این سیاه قرار میدم، این یعنی اینکه رو مرکز باشه. اگر این شکلاکی رو در این حالت قرار بدم این شکلک در دور خودش میچرخه، ولی اگه یکم بالاتر قرارش بدم دور این نقطه میچرخه، یعنی اینقدر فاصله بینشون میمونه. خب الان میرم که کد نویسی کنم. میریم قسمت رویدادها و روی پرچم سبز کلیک شد و انتخاب میکنم. سپس میرم اینو انتخاب میکنم، برو به 0 0. من میخوام شکلم در مرکز صفحه باشه، ولی اختیاره شما میتونید هر قسمتی از صفحه رو انتخاب کنید و بر اساس اون کد نویسی کنید. سپس من میرم اینو انتخاب میکنم، گزینه که میگه بلوک که میگه در جهت 90 درجه قرار بگیر. سپس میرم به قسمت افزودن افزونه و این قلم رو انتخاب میکنم و میبینید که یه عالمه کدهای دیگه ای واسمون نمایان میشه که من اینجا این قسمت کد همه رو پاک کن رو انتخاب میکنم و میگم واسهتون این واسه چیه. سپس میرم قسمت کنترل و میگم برای همیشه و میچسبونم اینجا. سپس میام قسمت حرکت ها و میگم 15 درجه به سمت راست بچرخ و میرم قسمت ظاهر و میگم تغییر جلوه رنگ به اندازه 1 و میام میذارم توی برای همیشه میچسبونم اینجا و سپس اینجا تو قلم میگم مهر بزن. این مهر بزن واسه چیه؟ به خاطر اینکه اگه الان من روی این پرچم سبز کلیک کنم میبینین این میچرخه و رنگش هم تغییر میکنه، ولی فقط یه دونه طرحمون میچرخه و ماندلایی ساخته نمیشه. ولی اگه این مهر بزن رو اینجا بذارم میبینید که از خودش کپی میکنه. ولی یه مشکل دیگه هم داریم که این روی خودش میفته و ما میخوایم که اندازه های مختلفی باشه. برای همین میاییم قسمت ظاهر، اینجا اندازه رو به 100 تغییر بده رو انتخاب میکنیم که اندازه 100% شود. سپس میاییم به قسمت عملگرها و انتخاب تصادفی بین 1 تا 100 رو انتخاب میکنیم و این 1 رو تغییر میدیم به 50 و این 10 رو تغییر میدیم به 100 و اینو میذاریم توی این دایره این شکلی. این الان اندازه‌ای بین 50 تا 100 رو تصادفی برامون انتخاب میکنه و میاریم میذاریم اینجا. سپس وقتی روی این شکل کلیک میشه این پاک میشه، چون اینو گذاشتیم، این گزینه رو بلوک رو گذاشتیم، یعنی اینکه هر وقت روی این شکل کلیک کردم از نو بسازه این شکل.
ببینید که خیلی ماندلای خوشگلی واسمون ساخته شد. خب ولی وقتی بعضیا میگن هی نمیخوایم مثلا اینجور دور بزنه، هر 10 ثانیه یا 6 ثانیه یه بار میخوایم پاک بشه. خب اون وقت چیکار میکنیم؟ میگیم وقتی روی این پرچم سبز کلیک شد برای همیشه 6 ثانیه صبر کن مثلا، یا 10 ثانیه 8 ثانیه دیگه ای، و سپس همه رو پاک کن و تمام. الان روی این میزنم، این حرکت میکنه و 6 ثانیه بعدش پاک میشه. و دیدین 6 ثانیه بعدش پاک شد. خب دوستان مرسی که این ویدیو رو نگاه کردین.